ساختمان نفرین شده در اوکیناوا تا زنی که نصف شب کنار جاده جیغ میزنن. سلام، من امیر هستم و خیلی خوش اومدیم به یه ویدیوی ترسناک دیگه از کانال عزازیل. مثل همیشه قراره ویدیوهای ترسناکی که توی اینترنت منتشر شده رو با هم ببینیم. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیوها. این یوتیوبر تو این ویدیوش به یه ساختمان نفرین شده تو استان اوکیناوا میره تا چکش کنه. مردم اسم این ساختمان رو خونه 7 خدای شاد گذاشتن. یه خانواده قبلا تو این مکان جونشون از دست داده بودن و یه طالبین یا همون دعانویس خودمون مجسمه های کوچیکی از 7 خدای شاد تو اون مکان گذاشت تا روح افراد خانواده در آرامش باشن. این مکان به یکی از ترسناکترین مکان‌های تسخیر شده تو اوکیناوا تبدیل شده و شایعه‌هایی هستش که میگه مجسمه‌های 7 خدا خود به خود واسه خودشون راه میرن و یا یه جن زن از طبقه دوم همیشه شما رو تماشا میکنه. تو سال 2023 این مجسمه‌ها خیلی مرموزانه غیب شدن و ساختمون به یه مکان خرابه تبدیل شده. این یوتیوبر تصمیم میگیره یه دور کامل ساختمون رو بگرده و چکش کنه. وقتی که تو ساختمون بود یکی از دوربیناش اینو گرفت. وقتی این یوتیوبر میشینه و به صداها گوش میده، استاتیک دوربین روی یه چیزی تمرکز میکنه که تو اتاق پشتی این یوتیوبره. اولش یه سر سفید رنگی پدیدار میشه و اونو نگاه میکنه. بعد از چند ثانیه ما یه فرد سیاه رنگ رو میبینیم که توی ورودی اتاق ظاهر میشه و از اونجا رد میشه. اون کی میتونه باشه؟ روحی یکی از افراد خانواده یا یه چیز شیطانی دیگه؟ این تصاویر تو سال 2021 گرفته شدن ولی به تازگی سر و صدا به پا کردن. این تصاویر توسط دوربین زنگ خونه یه زن توی یه آپارتمان کوچیک تو تگزاس گرفته شده. این زن میگه که هر شب واسه یه ماه یه مرد عجیب پشت در خونم وای میستاد و رفتارای عجیبی میکرد. اون وقتی برای اولین بار اون مردو دید ترسید ولی به پلیس زنگ نزد. اما بعد از چند روز با تکرار رفتار این مرد، این زن به پلیس زنگ زد و اونا رو خبردار کرد ولی کمک چندانی به مسئله نکرد. اون مرد بازم هر شب می اومد و این زن کاری نمیتونست بکنه. اینا بعضی از ویدیوهایی هستن که دوربین ضبط کرده. این مرد رفتاراش خیلی عجیبه. قدش به نظر کوچیکه و واسه دلایلی ما نمیتونیم صورتشو ببینیم. تو ویدیوها اون میاد یهو وای میسته و زل میزنه به در خونه و منتظری که این زن بیاد بیرون. اون حتی تو یکی از ویدیوها صحبت میکنه ولی معلوم نیست که چی میگه.
هدف از کارهای این مرد معلوم نیست، ولی همونطور که میبینید اون دنبال این زنه. همسایه ها و نگهبانی ساختمان هم دنبال این مردن، ولی تا به امروز هنوز این مرد دستگیر نشده. یه زن جوان اهل آتلانتا یه شب تصمیم میگیره که با دوستاش بره بیرون. وقتی که داشتن توی یه خیابان خوشمنظره و شلوغ راه میرفتن، به ذهنش زد که این منظره خوبیه برای گرفتن یه ویدیو کوتاه واسه تیک تاکش، ولی نمیدونست که قراره از چه اتفاقی فیلم بگیره. در حالی که داشت چالش ویدیوشو میرفت، یه قسمتی از موهاش خود به خود میره بالا. این قسمت از موهاش به نظر میاد که توسط یه نیروی نامری به سمت بالا رفت. اگه زوم کنیم میتونیم ببینیم که موهاش خود به خود بالا میره و خودش یا کس دیگه‌ای باعثش نیست. به نظرتون دلیل واقعی این اتفاق چی میتونه باشه؟ یه تئوری هست که میگه تایتانیک هیچ وقت غرق نشده و تو یه جای نامشخص تو آنتارکتیکا نگه داشته میشه. صاحب کشتی آقای جی پی مورگان در واقع 2 تا کشتی داشت، تایتانیک و المپیک. المپیک قدیمی تر از تایتانیک بوده و بعد از یه تصادفی که داشته دیگه ازش استفاده نمی شده. تئوری میگه که جی پی مورگان در واقع به جای تایتانیک المپیک رو فرستاده و غرقش کرده بود، چون اون میدونست که قراره خیلی پولدار بشه. به خاطر این قضیه کشتی تایتانیکش رو بیمه کرده بود و قرار بود از طریق بیمه پولدار شه. ولی کل قضیه فقط به خاطر این نبود. حدس بزنید کیا تو کشتی بودن؟ 3 تا از رقیبای بیزینسی جی پی مورگان سوار کشتی بودن و هیچ کدومشون جون سالم به در نبردن. و سوال جالبتر اینه که حدس بزنید کی سوار کشتی نبوده؟ جی پی مورگان. درسته، اون درست چند دقیقه قبل از حرکت بلیتشو کنسل کرد و سوار اولین سفر کشتی جدیدش نشد. یکی از خدمه‌های کشتی قبل از مرگش داد میزنه و میگه که تایتانیک اصلا غرق نشده و اون کشتی المپیک بوده. به من گفته بودن اگه حرفی بزنم منو میکشن. اونا المپیک رو به جای تایتانیک جا زده بودن. خب تا حالا فیلم تایتانیک رو دیدید؟ در واقع اسم فیلم المپیکه. نظرتون رو حتما درباره این تئوری بگید. دین یوتیوبری که به جستجوهای خفنی میره میگه که یکی از طرفداراش که اسمش نامشخص بوده بهش یه ویدیو عجیبی که گرفته بود فرستاده. وقتی که داشته نصف شب رانندگی میکرده دوربین ماشینش هم روشن بوده. اون داشته میرفته که یه چیز عجیبی کنار جاده میبینه. راننده یه زن رو میبینه که تنهایی نصف شب داره کنار جاده راه میره. اون میبینه که این زن سرتاباش خونه و نگه میداره و ازش میپرسه که کمک میخواد یا نه، که اون زن یهو شروع به جیغ کشیدن میکنه. این مرد گاز میده و میره و پشت سرش هم نگاه نمیکنه. این مرد همچنین متوجه شده بود که این زن چشماش عجیبه، سیاه بودن و هیچ سفیدی نداشت. اون به پلیس زنگ زده بود ولی پلیسا هرگز نتونسته بودن این زن رو پیدا کنن. به نظرتون اون یه جن بوده که تنهایی داشته راه میرفته یا نه؟